سفر کنیم به آینده. موافقین؟ یان پیرسون دوستان، پدر علم آینده پژوهی دنیا، اومده تحقیق کرده و آینده پژوهی انجام شده و آینده دنیا تا سال 2050 به این شکلی است که من میخوام بهتون میگم. مهارت ها همش میاد تو مغزتون. زبان انگلیسی کیا بلدن اینجا؟ فدا سرتون که بلد نیستید. بارگذاری میشه تو مغزتون. خدا رحمت کنه همه رفتگانی که از دنیا رفتن. شما با واقعیت افزوده و هوش مصنوعی به زودی میتونین از خدا بیامرز پدر بزرگ، مادر بزرگ، پدر، مادر، خواهر، برادر همشون رو دعوت کنین تو خونه جلو روی شما بشینن و با شما صحبت کنن. آموزش از دوران جنینی آغاز میشه. یعنی مادر که بار داره باید بره سر کلاس اول بشه. با پدیدی تعمیرگاه‌های خودروه ما به زودی تا 4-5 سال آینده چیزی به نام تعمیرگاه خودرو دیگه نخواهیم داشت. متوقف شدن عمر انسان‌ها برای 5 سال. یعنی انسان‌ها به درجه‌ای میرسن که میتونن 5 سال عمرشون رو نگه دارن. بارداری مردان یه واقعیته. امکانش داره به وجود میاد. تمام اقیانوس‌ها تا سال 2050 میرن زیر کشت. الان هم یه مقداری اتفاق افتاده. اداره کشورها با هوش مصنوعی به زودی خواهد بود. یعنی ما دیگه نخست وزیر و رئیس جمهور و شهردار و استاندار و بخشدار و فلان و هیچ کدوم نداره. همه اینها با هوش مصنوعی مدیریت خواهد شد در آینده خیلی نزدیک تا 2050.